تو دنیای امروز ما دچار اضافه بار اطلاعاتی هستیم. یعنی چی؟ یعنی حجم اطلاعاتی که ما به صورت روزانه دریافت می‌کنیم انقدر زیاده که مغز ما توان پردازش همه اون اطلاعات رو نداره. به خاطر همینه که توی تصمیم گیری، یادگیری عمیق و تمرکز دچار مشکل میشیم. چرا تمایل داریم انقدر اطلاعات جذب کنیم؟ یکی به خاطر اینه که تو بازه زمانی بسیار کوتاه حجم زیادی اطلاعات در دسترسمون قرار میگیره. مورد بعدیش اینه که ما هنوز ساختار و سازماندهی لازم برای تفکیک اطلاعات ضروری از غیر ضروری رو نداریم. مهمتر از همه این که ما دچار فومو میشیم، یعنی فکر میکنیم که اگر اطلاعات رو دریافت نکنیم و در جریان همه اطلاعات قرار نگیریم ممکنه چیزی رو از دست بدیم. پس یادمون میره که حافظه فعال ما یه محدودیتی داره و حجم مشخصی از اطلاعات رو در آن واحد میتونه پردازش کنه. نتیجهش این میشه که ما اطلاعات زیادی داریم که کاربردیشون نکردیم. اطلاعات به کارمون نیامده اما ما اعتماد به نفس کاذب به دست میاریم و دچار سندرم دانینگ-کروگر میشیم. به خاطر همین اگر کسی به ما پیشنهادی بده یا راهکاری بهمون بده اون رو نمیپذیریم، چون فکر میکنیم که خودمون همه چیز رو میدونیم.